سلام دوستای عزیزم، من فرشته هستم و قراره تو این پیجم 0 تا 100 گلدوزی روی انواع لباس ها، شومیز ها، تیشرت ها، گل سرها، رومانتویی ها، قاب عکس ها و خیلی چیزهای دیگه بهتون یاد بدم. قبل از اون میرم سراغ معرفی وسایلی که مورد نیازتون هسته و برای اینکه بتونید گلدوزی خیلی زیباتری داشته باشین باید اونا رو تهیه کنید. اول از همه کارگاه ها هستن که ما میتونیم تو اینا پارچمون رو فیکس کنیم و راحت‌تر بتونیم گلدوزی انجام بدیم و گلدوزی خیلی شیک‌تر، بهتر و خروجی کار تمیزتری داشته باشیم. کارگاه من اینجا در 3 سایز براتون موجود کردم که میتونید از خرازی‌ها تهیه کنین. این کارگاهمون یه خورده منحصر به فردتر هسته که تو انواع اقسام سایزها موجوده. به اسم قاب ژله‌ای هسته که میتونیم اینو به عنوان دیوار کوب هم ازش استفاده کنیم. مورد دوم سوزن هست. سوزن گلدوزی باید باریک باشه، بلند باشه که بتونیم خروجی کار خیلی بهتری داشته باشیم. اگر از سوزن‌های کوتاه و ضخیم‌تر استفاده کنیم، علاوه بر این که مثلا دستمون درد میگیره طی کار، خروجی کار زیباتری هم نداریم. مورد بعدی خودکار حرارتی هست که میتونیم با این راحت طرحمون رو انتقال بدیم به پارچمون، به لباسمون و راحت با یه باد گرم سشوار و یا بخار اتو راحت پاک میشه و هیچ ردی از خودش به جا نمیذاره. مورد بعدی نخچین هسته که برای طی کارمون، برای تمیزدوزی میتونیم ازش استفاده کنیم. مورد بعدیمونم نخ هسته که انواع اقسام نخهای گلدوزی داخل بازار موجود هستن، ولی به نظر من بهترین نخ و با کیفیت ترین نخ مارک پنگوئن هسته که هر چقدر بشوری لباستو و یا از وسیلت مدت زمان زیادی بگذره تغییر رنگ نمیده. نخ پنگوئن 6 تا رشته داره که ما میتونیم متناسب با کارمون و با طرحی که داریم از 2 رشته، 3 رشته و یا هر 6 تا رشتهش استفاده بشه. مثلا الان اینجا برای این رومانتویی ما از 2 رشته و 3 رشته این نخ پنگوئن استفاده کردیم که همجور میبینید کار ظریفتر و تمیزتری بهمون دست داده و هر چقدر بخوایم روی کارهای کوچیکتر و ظریفتر کاری انجام بدیم بهتره از 2 رشته و یا 3 رشته از این نخ استفاده کنیم. مورد بعدی اینا هستن که میتونیم از خرازی‌ها تهیهشون کنیم و نخهامون رو برای تمیزی بیشتر دورش بچینیم و حتی اینجا میتونیم شماره رنگ این نخ رو بنویسیم که اگه طی کارمون این رنگ رو تموم کردیم بتونیم راحت با این شماره دقیقاً همون رنگ رو تهیه کنیم. مورد بعدی هم هست پارچه ها هستن که الان بهتره مثلا برای کارهامون از پارچه های شانتون و لینن استفاده کنیم چون ایستایی بهتری دارن، خروجی کار بهتری به ما تحویل میدن. الان این گلستر زیبامون از پارچه شانتون استفاده کردیم که همونجور که میبینید خروجی کار خیلی بهتری به ما داده. مورد بعدیمونم این پارچه‌هایی هستن که داخل خرازی ها به اسم پارچه گلدوزی هسته، میتونین تهیه کنین. تا همونجور که میبینید تار و پوت درشتی داره و میتونین برای قاب عکس ها و گلدوزی های روی گل سرها از این پارچه استفاده بکنید و بیشتر برای قاب عکس هایی که میخوایم بدوزیم از این پارچه بهتره که استفاده کنید. همونجایی که میبینید انواع قراره تو این پیجمون انواع اقسام کوک های تزئینی، گل ها، برگ ها رو من بهتون آموزش بدم که با ترکیب این برگ ها، این گل ها، این کوک های تزئینی قراره لباس های خیلی زیباتر، گل سرهای زیباتر، قاب عکس های زیباتری داشته باشید. بازم خوشحال میشم اگر از این پستمون خوشتون اومده اونو لایکش کنیم، پیجمون هم سابسکرایب کنیم برای اینکه بتونید تو روزهای آینده ویدیو هامونو بهتر و راحت تر پیدا کنیم و اگه خوشتون اومده به دوستاتون هم معرفی کنیم. و در حرف آخر اگر اینکه سوالی در مورد وسایل گلدوزی داشته باشید، در مورد گلدوزی داشته باشید، میتونین تو کامنت ها ازم بپرسین و بهتون جواب میدم.